أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جمعه گذشته گفتیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم معلم و اصلاحگری بشریت بودند. هر روش خطا، هر اعتقاد نادرستی که در مردم بود و مخالف به قاعده های اسلام بود، از وظیفه های مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود که آن را باید اصلاح کند و عقیده درست و راه و روش صحیح و حقیقی را برای مردم نمایان کند. در 23 ساله که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مأمور بودن از جانب خدا وظیفه خود را به کامل ترین وجه ادا کردند. حتی در جای اگر احساس میکردند که شاید در آینده کدام کمبودی، کدام عقیده غلط، کدام کار نادرست ممکن هست که امتش دچار اون شوند، از اون هم برحذر داشتند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم را اگر حیاتش
خوب نظر کنیم، بسیار کارهایی که صحابه به اون دوچار نبودن، در زمان صحابه نبود، لیکن رسول خدا صلی الله علیه و سلم از آمدن اونها خبر داشتن یا امت را بر حذر داشتن که اگر چنین کاری در مقابلشان آمد باید راهی درست را اختیار کنند. و در این قبیل اصلاحات ما یک حدیث مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم در جمعه گذشته شروع کرده بودیم: لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا صفرة، متفق علیه. لا عدوى گفتیم که کسل از یک انسان به یک انسان سرایت نمی کند. اگر کسی هم که به مثل اون بیماری اول بیمار شد، الله رب العالمین همچنانه که شخص اول را بیمار کرده است و اون کسلی را در اون پیدا کرده است، در دوم هم الله رب العالمین پیدا کننده اش است. بیماری خودش یگان قوه ندارد که از یک انسان به یک انسان دیگر سرایت کند و بگذرد. ولا طیرة، فال بد دیدنم در اسلام درست نیست. فال بد دیدن در هر قوم در هر منطقه فرق میکند. در بعض مردم هست که از بعض روزها فال بد دارن، بعض روزها برای اونها روز خوب حساب نمیخورد. مثلا در بعض قوم ها روز چهارشنبه روز خوب نیست. در روز چهارشنبه به عیادت و خبرگیری کسلی و بیمار نمی روند، چون که نعوذ بالله اعتقاد دارند که این روز روزی است که در این روز شر و بدی بسیار نازل می شود، ممکن است که به سبب رفتن اون بیماری وفات کند. در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که الله رب العالمین نور را در روز چهارشنبه خلق کرده است. یگان روز خدا، یگان ماه خدا، یگان سال خدا بدی ندارد. هر بدی در هر روز و در هر سال و در هر ماهی که می آید اون از جانب الله رب العالمین مقدر شده است، اون وابسته به روز و هفته نیست. برای همین که روز چهارشنبه روزی است که خداوند متعال نور را خلق کردگی هست، تعامل مردم بخارا این هست که وقتی کسی را حتی الف بیت هم که درس دهند روز چهارشنبه شروع میکنند، چون که روزی است که خدا در این روز نور را آفریده است و علم هم یک نور از نور الهی است. در این روز که جمع شوند نور علی نور می شود. بعض مردم هست که در راه می رود، اگر از پیشش یگان پشک سیاه بگذرد از سفرش می گردد، یا چند قدم پشت سر می آید، یا یک بار در سواریش هوی می کند و می پوشد، یا یگان تنگه و چیز همجا می پرتاید صدقه می کند، او را همچون بلا حس می کند. هست این چیزها در هر مردم به گونه هست. چند سال پیش ما خودمون شاهد بودیم، یک سفری دور و دراز داشتیم، چند ساعته ره طرف کوهستان. از سحر ما در همون ماشین بگیم سوار شدیم، راننده ما یگان نمود به نماز قریبی نداشت. پیشین شد، عصر شد، شام شد، خیلی خفتن قضا نداره تا بام داده.
پیشین و عصر شام نخونده بود. خلاصه در یک جا بازرسی دولتی اتومبیلی گایی گفتنی آدمو اسناد رانندگی این انسان گرفتن، چی خطایی کرد، گرفتنش. این آدم بسیار ناراحت شد، راننده ما. چند که رفتیم گفت که بابای داملا این کار ناخوبیش ای سحر معلوم بود، یک پیشک سیاه از پیش من گذشته بود. بعد او آدم گفتم که اکا خودت تمامی همین قدر خطاره در بالای یک پیشک بیچاره بی گناه بار کردی، یک بار فکر نکردی که 3 نماز قضا کردگی، نه پیشین خوندی، نه عصر خوندی، نه شام خوندی. همال شکرانه که خدا از این بد نکرده است. پیشک هیچی عیب ندارد. این مردم را که اسناد رانندگی شما میگیرن در پیش همه ما پیشک گذشتگی های. خلاصه این که مردم بعضش از همین چیز فالی بد میبیند، این را تشاؤم میگوین. بعض مردم هست که از بعض انسان ها فالی بد میگیرد. مثلا یک انسان اگر بیاید که یک چشم داشته باشد، از اون فالی بد میگیرن. همین نمود در هر قوم هست. در زمان جاهلیت عرب ها هم بود، گفتیم که اگر سفر میکرد پرنده به طرف راست میپرید سفرش ادامه میداد، لیکن اگر به طرف چپ میپرید قرار میکرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فال بد دیدن منع کردن. ولا طیرته فرمود. یک دیگر هست فال نیک دیدن. این فال بد دیدن را در زبان عربی تشاؤم میگویند. یک دیگر هست تفاؤل، فال نیک دیدن. یک چیز میبیند و مثل همو خوبی که در همو هست، همچون با خوبی گفته همین چیز دلالت میکند، همین نام یا همون جای، این را فال نیک میگویند. این درست هست. در صلح حدیبیه رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که خواستند که با اهل مکه صلح کنند، از طرف مشرکین مکه نماینده سهیل ابن عمرو آمده بود. سهیل از سهل گرفته شده، سهل به معنای آسانی، ملایمی. وقتی که گفتند که نماینده سهیل ابن عمرو است، رسول خدا صلی الله علیه و سلم از نام این فال نیک دیدند و گفتند که قد سهل لکم امرکم. وقتی که سهیل آمده است، سهیل از سهل و آسانی گرفته است، کار آسان شد و همین هم شد که صلح کردند. یا اینکه وقتی هجرت همراه حضرت ابوبکر رضی الله عنه می رفتن، یک کس از راهشون برآمد، پرسید که نام چی است؟ گفت بریده. بریده از برد گرفتگی، برد به معنای سردی و خنکشوی. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که ان شاء الله گرمی کاری ما سرد شد، دیگر مشرکین به ما دست نمی‌یابند. لا عدو ولا طیرة ولا هامة. هامه را گفتیم که بومی که در بام‌های مردم صدا میزند. بعضی ها میگفتند که این همون استخوان‌های انسانی مقتول و کشته شدگی میآید، صدا میکند که تیز باشید انتقام من را از قاتل بگیرید. بعضی ها میگفتند که روحی همون هست. به هر حال همین نمون اعتقادات نادرستی که در عرب ها بود، رسول خدا صلی الله علیه و سلم این را هم رد کرد که بوم یک پرنده و یک مخلوق از مخلوقات الهی است. در هر جایی که خدا خواسته باشد میشیند و هر وقتی که خدا خواسته باشد آوازش میبرارد. اون دلالت به یگان چیز نمیکند، نه روحی انسان است، نه روحی کشته شده است و نه آواز او دلالت به گرفتن قصاص میکند. ولا سفره. در همین جا آمده بودیم.
و سفر نیست گفته رسول خدا صلی الله. این سفر به سین نیست، به صاد هست، ولا سفره. شارح های حدیث در این کلمه دو نظریه دارند. امام احمد ابن حنبل و حضرت امام بخاری رحمهم الله تعالی نظریه اشان این است که سفر این یک بیماری است که در شکم پیدا می شود. چنانچه امام بخاری رحمت الله علیه در صحیحش غالبا می آورد که باب لا سفر و هو داء فی البطن یا یأخذ فی البطن، به همین الفاظ هست. بیماری است که این در شکم هست. در شرح این حدیث علما می فرمایند که در زمان جاهلیت اعتقاد داشتند که سفر یک بیماری است در انسان که یک کرم پیدا می شود در شکم انسان و اون به سبب خوردن روده های اون انسان را می کشد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم لا سفر گفته این را معنی کردن که نه، کشتن انسان به سبب اون نیست، بلکه یک انسان اگر میمرد به اجل مقدر کرده الهی میمرد. اگر این نمود باشد معنای لا سفر هم در داخل لا عدوا داخل می شود، سرایت نکردنی بیماری. لیکن اکثر محدثین می فرمایند که در شرح این حدیث که مراد از لا سفره این سفر ماه است. دومین ماه از ماه‌های اسلامی چی است؟ سفر. اول محرم، دوم سفر، بعد اون می آید ربیع الاول. ماه سفر باشد، سفر از صفر گرفته شدگی، صفر به معنای هیچ. ما و شما نال میگوییم، در زبان عربی این را صفر میگویند. پیش از یک چی است؟ صفر، هیچ گفته. این ماه را برای چی ماه سفر میگویند؟ یکم وجهش این است که در این ماه اهل مکه از مکه بیرون میشدند، میرفتند. مکه که خالی میشد معنای هیچ، یعنی در مکه هیچ کس باقی نمیماند، برای همین ماهی سفر میگفتن این ماه. دوم معناش میگویند این است که در این ماه اهل مکه جنگ میکردن با دیگر قبایل، تمام مال و اموال اونها را میگرفتن، اونها دست خالی میماندن، یعنی دست های صفر و خالی. گفتم این ماه هم ماهی سفر میگویند. به هر حال اگر ماه مراد از این حدیث ماهی سفر باشد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم چی خطاگی اهل مکه را در ماه سفر بوده است که رد میکنند؟ در خود ماه سفر گرفتن هم علما دو قول هستند. یکمش میفرمایند که اهل مکه یک عادت داشتند که 3 ماه حرام پی در پی هست. در 12 ماه اسلامی 4 ماه آن را ماه حرام ماه گویند، اشهر حرام. در این ماه ها جنگ کردن، قتال کردن از جانب الله رب العالمین منع شده است. این عدت الشهور عند الله 12 شهرا، تعداد ماه ها در نزد خداوند متعال 12 ماه است. منها 4 حرم، 4 ماه ماه حرام هست. این 4 ماه حرام کدام هستند؟ ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، 3 تا پی در پی هستند و یکی 4مش رجب هست. اون را رجب فرد میگویند، یعنی از اینها تنها هست، یا رجب مضر میگویند. قبیله مضر این ماه را به اندازه احترام میکرد. مردم مکه 3 ماه حرام را وقتی که جنگ کردن نمیتونستن دلگیر میشدن، چون که اکثر اون را دارایی و خوردنش از همین جنگ غنیمت گیری بود. به همین نتیجه رسیدن که یک کار میکنیم که جای محرم را به سفر علیش میکنیم.
این 3 ماه به جنگ مونیم، به کار و بار به خوردنی، یک کار میکنیم که محرم از جای سفر میبریم، سفر از جای محرم میاریم. بعد از ماه ذوالحجه شروع میکردن میگفتن که ماه محرم نیست، ماه سفر هست. ماه سفر از ماهای حرام نیست، در این ماه جنگ میکردن. ماه سفر بعدی ماه محرم بعدی سفر می آوردن. یک حیله بود. این را در قرآن کریم به نام نسیع نام کرده گیه. انما النسیع زیادة فی الکفر یضل به الذین کفروا یحلونه عاما و یحرمونه عاما. در یک سال که بخواهند ماه محرم حلال میگردانند سفرش میگویند، در سال دیگر که نخواهند ماه محرم باز محرم میشود از ماهای حرام. رسول خدا صلی الله علیه و سلم با این سخن مبارکش که لا سفره، بعض علما میفرمایند که همین تبدیلیه که عرب ها در ماهای اسلامی میداختن، محرم را به جای سفر میبردن و سفر را پیش میکردن در جای محرم تا که جنگ برای اونها درست بشود، همین را رسول خدا منع کردن. در عبارت دیگر به زبان مبارکشان رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که این الزمان قد استدار که هیئته یوم خلق السماوات والارض. دیگر از این بعد گردش زمانه همچنانی که خدا خلق کرده بود به همون نمود می رود، یعنی محرم می آید بعد سفر می آید. لا سفره نیست دیگر نیست که سفر در جای محرم بیارید، محرمه در جای سفر. این یک معنای لا سفره، اگر مراد از سفر ماه سفر بگیریم. دوم معنای لا سفره که اکثر محدثین به همین فکر و نظریه هستند، اکثر علما این هست که همون تشاؤم یا فالی بده که در زمان جاهلیت نسبت به ماه سفر میدیدن، همون را رسول خدا صلی الله علیه و سلم معنی فرمودن که تأثیر اون متاسفانه امروز تا امروز در هر طبقه جامعه مسلمان ها هست. ماه سفر می شود دیگر از همه کاری مهم دست میکشن. ببینه در ماه سفر تویا هم کم شیدگی هم. همین نمود اعتقاد هست در مردم. نه دخته میدیهند، نه کلین میارند، حتی سفر نمیکنند. حتی یک روز در یک محفل نشسته بودیم، یک برادر سوال کرد که بابای داملا همین ماه سفر در آمدگی میگن در همین ماه سفر ریشت راشیدن درست نیست؟ در جوابش گفتم که برادر در ماه سفر نه، در 12 ماه ریشت راشیدن درست نیست. حتی ببین همین ریشت راشیدن هم در ماه سفر میگوین که این ماه بسیار ماه تیزه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که لا سفره، سفر گفتنی چیز نیست، همه ماه مبارک است. حضرت مجدد الفسانی امام ربانی رحمت الله علیه در مکتوباتش در جایهای مختلف میفرمایند که در روزها یگان نحوست و بدی نیست. الایام ایام الله، همه روزها روزهای خدا آفریدگی هستند، در اینها کدام بدی نیست. البته بعض روز از بعض روزها خوبتر هست، لیکن در یگان روز در یگان ماه بدی نیست. در فتاوای عالمگیری قیدم کرده بودم، نمیفهمم ورقه در کجا موندم. در فتاوای عالمگیری هم سوال می شود که بعض مردم در ماه سفر نه به جای میبرایند سفر میکنند، نه نکاح میکنند، نه تجارت میکنند، یگان کاری بزرگشان انجام نمیدهند، میگویند که این ماه نحس است. و در این باره یک حدیث را روایت میکنند که گویا رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفته باشد که من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنتی.
گویا رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفته باشد که هر کسی که من را خبر دهد که ماه سفر تمام شد برآمد، من اون را به جنت بشارت میدهم. و همین حدیث روایت میکنن. در فتاوای عالمگیری میآید که اینها یگانتش درست نیست، این همون چیزی هست که از جاهلیت عرب باقی مانده است و اینها در اسلام یگان موافقت ندارند. حدیثی که گفتم درباره این حدیث تمام علما اتفاق دارند که این حدیث موضوع هست. معنای حدیث موضوع را من برای شما گفته بودم که حدیثی که بافته شده است در حق پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و سلم چنین لفظی را از زبان مبارکشان نبرآوردند. این هم لفظش موضوع هست، هم معناش موضوع هست. بعض احادیث موضوع را به شما گفته بودم که می شود که لفظش موضوع باشه لیکن معناش درست باشد، مثل حدیثی لولاک لما خلقت الافلاک. این حدیث از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گویا از پروردگار روایت کرده باشد. ثابت نیست که چنین گفته باشد که اگر تو نمی بدی آسمان ها و زمین خلق نمی کردم، لیکن معنای این درست هست. معناش درست هست که وجودی تمام دنیا به خاطر رسول خدا صلی الله علیه و سلم است. این چیزی است که همه بر این اتفاق دارن، قبول دارن این را. برای همین بعض حدیث های موضوعی هست که معناش درست می شود، یا اینکه حدیثی گفتیم که سور المؤمنین شفاء، این نمود حدیث از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نیست. لیکن در دیگر حدیث ها هست که پسمانده مسلمان را خوردن این از نشانه تواضع و خاکساری و فروتنی است. پس پسمانده این مسلمان خوردن برای انسان فروتنی را که بیارد، کبر ام الامراض و مادری تمام بیماری است، پس خورده این مسلمان برای اون شفا است. معناش درست است لیکن لفظ نادرست. این حدیثی که من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنتی، محدثین میفرمایند که هم لفظش موضوع هست نادرست هست، هم معنایش. برای این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم در این حدیث صحیح مبارک که خواندیم فرمود که لا سفره، اون چیزی که شما به سفر اعتقاد دارید که ماهی بدی و ماهی است که در این ماه بلاها نازل می شوند، حتی در بعض روایت ها دیدیم که 300 چند هزار بلا نازل می شده است. اینها یگانتش اساس ندارد. این 4 چیز بود. حدیث را هم بخاری روایت کردگی هم مسلم. اما امام مسلم رحمت الله علیه 2 چیز دیگر اضافه میکنه در آخر این حدیث. ولا نوع ولا غولا. نوع این کلمه عربی است، جمعش انواع هست. انواع به معنای منزل هایی که ماهتاب در اونجا می ایستد. والقمر قدرناه منازل، برای خداوند می فرماید که برای ماهتاب ما منزل های جای نزول و قرار معین کردگی هستیم. این منازل قمر را غالبا 28 منزل می گویند. ولا نوعه، بعض عرب ها چنین اعتقاد داشتند که اگر ماهتاب در بعضی از منزل هایش بیاید، اون منزل های اون ماهتاب نحس هستند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم همین را رد کرد که یگان منزل از منازل ماهتاب بدی ندارد. هر بدی در هر وقتی که ماهتاب در کدام منزل باشد، اون بدی و مصیبت و بلا و رنج از مقدراتی است که خدا برای انسان کشیده است. همین را رد کرد که یگان منزل ماهتاب، یگان ماه بدی ندارد. ولا غولا، غول هم کلمه است که ما و شما استفاده میبریم. یک نوع جین چی میگوین؟ غول.
در عرب ها همین اعتقاد بود که وقتی که انسان در بیابان اگر تنها ماند امکان دارد که بعضی غول‌هایی هستند در اونجا که این انسان را از راه بیراه میکنند، میبرند و بالاخره انسان را هلاک میکنند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم این را رد کرد که نه، چنین چیزی نیست. غول وجود دارد، غول هست. خودی غول رسول خدا نفی نفرمودند که غول نیست، غول هست، اما غول تأثیر ندارد. تا وقتی که الله رب العالمین نخواهد از دست غول و جین و دیو و پری هیچ چیز نمی آید. اگر اینها این قدر قدرت داشته باشند یک تا شما هوشیار نمی گردید. هر کسی که بیمار می شود یا غول او را گمراه می کند، اون به مقدراتی است که الله رب العالمین برای یک انسان معین کردگی است. اینها صاحب اختیار نیستند، قدرتی کامل ندارند که هر چیزی را که بخواهند انجام دهند، هر انسانی را که بخواهند هلاک بسازند. 6 چیز شد: لا عدوا ولا طیرة ولا هامة ولا نوع ولا غول ولا سفره. این حدیث را حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت کرده است. درباره حضرت ابو هریره انشاءالله کم ترک صحبت میکنیم، لیکن یک چیزم وابسته به همین لا سفره حدیث گفتم که محدثین اتفاق دارند که حدیث من بشرنی بخروج سفره بشرته بالجنة حدیث موضوع هست. البته حضرت مولانای روم رحمت الله علیه، مولانا جلال الدین بلخی رومی وخشی، اصلش از زمین سرزمین وخش است، از این ناحیه وخش، نه از وخشان زمین. در مثنوی معنوی همین را همچون حدیث آوردد، لیکن معنای این را دیگه نمود، ترجمه کرده است یا بگیم تفسیر کرده است یا شرح داده است. حدیث را آورده است که من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنة، لیکن این را برای این آورده است که ماه سفر ماه نحس و ماه غم و اندوه و رنج است. گویا پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته باشد که کسی خبر دهد که ماه سفر برآمد، برای این که غم و رنج و اندوه همه دور شد، من اون را به جنت بشارت میدیم. نه، بعد ماه سفر چی ماه است؟ پیشتر گفتم ربیع الاول. ماهی چی؟ ربیع الاول ماهی است که در این ماه رسول خدا صلی الله علیه و سلم تولد شدند و در همین ماه وفات کردند. در ماه ربیع الاول تولد شدند. این ماه آینده ربیع الاول ماه مولود هست. خدا خواهد انشاءالله از جمعه آینده درس های سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم شروع میکنیم. حیات مبارک شه، کوشش میکنیم که از اول تا آخر بشود. اگر نشد خلاصه کمی کم 10 درس انشاءالله میگذاریم از سیرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. وفات مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در همین چی است؟ ماه ربیع الاول. حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت الله علیه می فرماید که این حدیث را که پیغمبر خدا گفته است که من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنه، برای نحس بودن و ماه بلا و رنج بودن سفر نیست، بلکه برای این است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم آگاهی یافتند که در ماه ربیع الاول رحلت دارند به نزد پروردگارشان. از خرسندی این که کی سفر می براید و رحلت شروع شود، برای این خرا گفتگی هستند که ماه سفر ختم شد، هر کسی که برای من گوید که سفر برآمد، او را من به جنت بشارت میدهم، شفیع او میشوم. برای چی؟ برای این که ماه سفر خودش به نزد پروردگار شروع میشد. از خرسندی رسیدن به الله رب العالمین در این سخن گفتگی است. اگر این معنا کرده شود یگان نادرستی دیگر نیست. همین سخنها را در مثنوی
عجیب برشته نظم آوردگی ای. احمدی آخر زمان را انتقال در ربیع اول آید بی جدال. به یگان شک و شبهه وفات مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در ماه چی بود؟ ربیع الاول. چون خبر یابد دلش زین وقت نقل عاشق آن وقت گردد او به عقل. وقتی خبر یافت که انتقالش در این ماه است، دیگر عاشق ماه ربیع الاول شد که کی می آید. همچنانه که اگر کسی را دوست بدارد، عشق او را در دلش بپرورد، دائم در انتظار است که کی موقعی ملاقات می شود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم وقتی که آگاه شدند که در ماه ربیع الاول انتقال دارند، عاشق ماه ربیع الاول شدند که کی ربیع الاول می دراید. چون سفر آید شود شاد از سفر، که پس از این ماه می سازم سفر. وقتی که ماه سفر اومد خرسند شدند با این که بعد از این ماه سفر من شروع می شود. هر شب تا روز زین شوق هدی، ای رفیق راه اعلام زدی. هر شب تا سحر در فکر بدن که کی این سفر ما بر رفیق اعلا با پروردگار، چون که آخرین سخنش هم بود الرفیق الاعلا، کی میسر می شود. گفت هر کس که مرا مژده دهد، چون سفر پای از جهان بیرون نهد. هر کس خبرم داد که سفر از این دنیا گذشت، ماهش رفت، ربیع الاول در آمد، که سفر بگذشت و شد ماه ربیع، مژدور باشم مرعو را شفیع. هر کسی که مژده داد، خوش خبری آورد، من اون را مژده میدهم به جنت و شفاعت اون را میکنم. پس در این صورت من بشرنی بخروج سفره بشرته بالجنه، اگر بر فرض صحتش هم کنیم که حدیث موضوع هم که نباشد، این شرحی که تعویلی که حضرت مولانا دادگیان بهترین شرح می شود که این دلالت بر نحوست نمی کند. رسول خدا صلی الله علیه و سلم نگفته است که ماه سفر ماه نحس و ماه بدی است، ببراید در برآمدنش کسی که خوش خبری دهد، بلکه برای اینکه بعد از سفر ربیع الاول می آید، ماه انتقالش هست، برای این سخن را گفتن. گفتیم که این حدیث را روایت کردگی است حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه. درباره حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه اندک ما یک صحبت داشتیم در یک حدیث دیگر، لیکن این شخصیت چون که شخصیت علمی هست، شخصیتی هست که از همه بیشتر سخنهای گوهربار رسول خدا صلی الله علیه و سلم را برای ما و شما نقل کرده است. شخصیتی است که 4 سال حیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم تنها دریافتگی است. عام خیبر بعد از غزوه خیبر اسلام آورده تا وفاتش. اکثر مؤرخین محققین بر این قولند که 4 سال حیات مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دریافته است. لیکن در این 4 سال حیات مبارک خودش در راه علم صرف کردگی است. یگان مشغله و کسب دیگر نداشته است. در سفر و حضر همراه رسول خدا صلی الله علیه و سلم بوده است و هر سخنی را که رسول خدا صلی الله علیه و سلم زده است، این را در سینه مبارکش حفظ کردگی است. بنابراین منت به اندازه زیاد بر بالای ما و شما مسلمان ها حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه گذاشته است. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه می فرماید که یک روز نه چند بارها در بین حجره حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها و منبر هشم میرفت از گرسنگی را. مردم نمیفهمیدند که ابو هریره گرسنه است، فکر میکردند که ابو هریره را جن زدگی است.
حتی بعضش می آمد در بالای سینه هم می نشست با طرز تبابت باشد یا دعا می خواند، چشمام را باز می کردم، می گفتم که ای برادر اون چیزی را که تو گمان میکنی اون چیز نیست. با وجود این قدر گرسنگی مکتبی تأسیس کرده پیغمبر صلی الله علیه و سلم که در مسجد نبوی به نام صفه بود اون را ترک نمی کرد. یک روز می فرماید که از گرسنگی را دیگر حرکتی ایستادن نداشتم، با پشت داده بودم. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه آمد، یک سوالش کردم از قرآن. مقصودم سوال دادن هم نبود، مقصودم این بود که حال من را ببیند، پای ببرد که من گرسنه هستم، خونش برد یگان چیز بتید. میگه که حضرت ابوبکر رضی الله عنه نفهمید، بر رفت. حضرت عمر رضی الله عنه آمد، اون را هم سوال کردم، اون هم نفهمید، بر رفت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم آمد، رسول خدا صلی الله علیه و سلم که سوال کردم فهمید، گفت بیا از پشتی من. از پشتش رفتم، گفت در خانه یکی از ازواج مطهرات داخل شدیم، در یک ظرف شیر بود. پرسید که این شیر از کجا آمده است؟ گفتن که فلان شخص برای شما روان کرده است ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حضرت ابو هریره رضی الله عنه می فرماید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که ابو هریره مردمی که در صفه نشستگی هستند اونها را هم صدا کن. حضرت ابو هریره می فرماید که به خودم گفتم که نه امید کرده بودم که همین را میخرم یک میده قوت می شود با این رسول خدا صلی الله علیه و سلم. اینا میگه فریاد که چی می رسیده باشه، به هر حال میگه امر رسول خدا بود، چاره نبود. رفتم نافار اونها را هم دعوت کردم، اومدن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم همون ظرف شیر در دست من داد، گفت که ابو هریره به اینها دادن گیر تا که بنوشن. به هر کدامش که می دادم تا سیر کردنش می نوشید، با دیگرش می داد. بالاخره ظرف در دستم ماند، اونها نوشیدند و رفتن. رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای من نگریست و تبسم کرد، گفت که ابو هریره اکنون غیر من خدا دیگر هیچ کس نمونده است. فهمیدم که چیزی که در دل من بود رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون را پای بردگی است. گفتم که راست گفتی ای رسول خدا صلی الله علیه و سلم. فرمود که اکنون تو بنوش. نوشیدم، باز فرمود که بنوش، باز نوشیدم. این قدر بسیار گفت بنوش که گفتم که ای رسول خدا دیگر نمی رود داخل، پر شد همه. بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باقی مانده شیر را به من داد. حضرت ابو هریره می فرماید که ما اصحاب صفه در صفه مسجد نبوی هیچ کسی نداشتیم. با رسول خدا صلی الله علیه و سلم چیز هدیه که می آمد در خاندانش تقسیم میکرد، حصه خودش با ما تقسیم میکرد. وقتی که خرما می آمد رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای ما روان میکرد. گرسنه بودیم، باید که یک خرما میخوردیم، لیکن بعضی اگر از گرسنگی دو تا میخورد میگفت که بچه ها شما هم دو بخورید که من دو خوردم. بالاخره میگه یک روز این قدر گرسنه بودیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای هر کداممون تنها 2 دانه خرما داد، همون قدر بود. گفت که این را بخورید شاید تا بیگه برای شما کفایت کند. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه می فرماید که از اون 2 خرما یکیش خوردم و یکیش را نخوردم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که ابو هریره دیگرش را چی کار میکنی؟ گفتم که ای رسول خدا این را به مادرم میبرم. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود که ای ابو هریره این را بخور، برای مادرت 2 دانه دیگر میدهم. مقصود از ذکر این حکایت ها چیزی تعجب آور نیست که شما چق کنید، به این قدر کار بود نمی شود. مقصود این است که صحابه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم با وجود این قدر سختی و مشکلات و رنج
در دین خدا خدمت کردند، دست از تعلیم نکشیدند. آیا ابو هریره رضی الله تعالی عنه از آسمان فرآمده بود؟ ملائکه بود که نفس نداشت؟ آیا به مثل ما و شما اون هم خانه گرم نمیخواست در سردی و خانه سرد نمیخواست در گرمی؟ آیا اون هم شکمش گرسنه نمیشد؟ آیا اون هم مادر و پدر نداشت؟ بله، لیکن اونها میدانستند که کاری را که خداوند متعال در ذمه اونها گذاشته است باید اون را ادا کنند. دنیا باید مانع دینشون نشود. متاسفانه هرچندی که خداوند متعال برای ما و شما نعمتهایش را همون قدر ارزانی میکند، همون قدر از دین خدا دور شده ایستاده ایم، همون قدر فرزندهامو به تربیه دینی مانده ایستادن، همون قدر از علم دین قفا مانده ایستاده ایم. حتی علم دین آموختنش برای مردم یک چیزی گویا که پست، یک چیزی گویا شرم داشتگی شدگی است. بعضیش با نصیحت میکنه که چیکار میکنی دنبی ملاگی را گرفته ای؟ نخون که محتاج میشه. اول اینکه خدا با شما هیچ کس محتاج نکنه. شما همون فرزندای خودتون بتی همی هم دولت های، لیکن این جای شرم است که یک انسان بجای اینکه تو خرسندی کنی که یک فرزندی مسلمان چشمش به قرآن روشن هست، قرآن میخواند، علم دین حاصل میکند، همون را هم کوشش میکنن که از ره بزنن. محتاج میشوی، مثل حضرت ابو هریره محتاج میشوی. اگر حضرت ابو هریره در این زمانه میبود اگه گیشنگی رای دست چشمو میمرد، حتما میگفتش که برای کار بکن، چکار میدیدم به علم گرفته. فراموش نکنید که در درگاه خدا معذور نیستید. تمام چیز خداوند متعال برای شما آسان کردگی است، تمام سهولت ها هست در دستون. بعض مردم عزت و آبرو را در مال میدانند، علم دین را همچون ذلت و خاری حساب میکنند. اگر بیر فرضه که یک طالب علم یا یک امام مسجد یا یک پیشوا و ملا در مال شما محتاج شد، این ضرر ندارد. شما فراموش نکنید که از علما کرده شما به علما محتاجید که احتیاج خودتون فراموش کرده اید. از وقتی که تولد میشوید همین عالم در گوش تو الله اکبر میگوید. اگر این عالم نباشد شیطان در گوشت نعره میزند، دل جای شیطان میشود. با همین اذان ملا امام همین قدر شده ای و آخر هم که از این دنیا میروید باز همین امام مسجد و همین پیشوا است که 4 تکبیرت میکند. 4 تکبیرت که نکند در هیچ جا تو قدر نداری. علاوه بر این که در زندگی روزمره به علما احتیاجی به اندازه زیاد داری، در حرام و حلالت احتیاج داری. اگر علما نمی بودن شما محرم هاتون نکاح میکردید. حتی در نمازهای 5 وقته ببین محتاج استی که امام نماز خونده تید و اگر نه و او الحمد و قل هو الله تو میخونی نماز در امطوری سرت نیم وجه بوسه نمیروه. در الحمد 20 خطا داری، در قل هو الله 35 تا. هر کدمه تا که چک کنم همین خطا داری. به تشویش این 20 با کمی کم های، ممکن در بسم الله 20 داشته باشی. یک عالم نقل کرد که در یک جا در زمان شوروی حلقه میزدیم در مسجد، فلان شخص گفت 2 سال از بسم الله بالا نرفت. بسم الله میگفت نشید، خودش با میگفت بسم الله الرحمن بی نشید. 2 سال بسم الله خوندگی های. اگر خدا برای تو مالدار است، دستی کدام عالمی را گرفتی، دستی کدام ملا بچه را گرفتی را برای خودت
افتخار بدان که خداوند متعال تو را نصیب کرده است که مال در راه دین صرف میکنی. ممکن از فرزندت کرده برای تو همین ملا بچه بهتر هست، برای که این قوت میگیرد قرآن میخوند، لیکن پسر تو قوت میگیرد نمیدونی چیکار میکند، در همه جا خبر نداری که فرزند چیکار میکند، شب در کجا است، روز در کجا است، چه جایی که اگر او بر روسیه برود آگاه نیستی، فقط همین قدر هنر داری که بچم پول رایی که او بچه تو او پول از راه حلال مییابد حرام مییابد فرقش ندارد، با او بچه‌ت افتخار میکنی. بچه‌ت که یک بار پیشانیش در نماز سجده نگذاشته است فخر داری، اما یک کسی که تلاوت قرآن میکند او را از ره میزنی که دنبی رهنگی محتاج میشه. فراموش نکنید تا وقتی که به دامان علما و اهل علم چنگ نزنید نه در دنیا کامیاب میشید نه در آخرت. حدیث مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم چند بار گفتگیم کن عالما، همت داری عالم شو. اینهایی که میبینی در صف یکم نشستن یا خیلی ناومدن، همینها مثل شما زن داشتن، فرزند داشتن، پول میخواستن، مال میخواستن، لباسهای خوب میخواستن، لیکن شکمی گرسنه و تشنه و غریبی را گذروندگیان، علم یاد گرفتن که در صف یکم نشستگی هستن یا هدیه ناومدن از یگان جا. این صلاحای سر ایو به فایده نیست. کن عالما، همت داری مثل همینها بشو. عمر عزیز شاکه داملو امیر در علم گذروندگی های امیر امران که شما میفورید که خونه دو منزله داشته باشه، لیکن امانت الهی در ذمه‌اش بود. اون حدیث پیغمبر را خوانده است که هر کسی که علم را یاد بگیرد تعلیم ندهد فردای قیامت برای او لجام آهنین زده می شود، لجام آتشین. او متعلما، اگر همت عالم شدن نداری حتی اقل شاگرد شو. معنای شاگردی 20 بار میگم که این نیست که کتاب بگیری و کرپت بگیری و زن کودک تا پرتای بره. هر وقتی که عالم دیدی مسائل و کوتاهی های روزمره تا بپرس، تو متعلم میشوی. او سامعا لهما، او قدر وقت نداری که مسئله یاد بگیری، که تصادفا روبرو کشیدی وقتی که سخن گفت با یکدیگر پچ پچ چرچر نکه، گوش که چی میگوید، حدی اقل از همین مجلس چیزی بشنو. او خادما لهما یا او محبا لهما، این قدرم که نشد گاه گاه خدمتشون بکن یا دوستشو بدار در دلت. کسی که بر ضد اینها بدگویی کرد او را منع کرد. دوست داشتن علما این نیست که در پیش او 4 قد بزنی و از پشتش دشنامش بتی، این نفاق است. دوست داشتن علما این است که در سینت محبت این باشد. این را از همه چیز بالا بدونی، چون که خداوند متعال صفت خودش علم در اینها گذاشتگی است، نوری خودش در اینها گذاشتگی است. ولا تکن خامسا فتهلک، پنجم نشو. یعنی اگر نه عالم شدی، نه شاگرد شدی، نه سخن اینها را شنیدی، نه اینها را دوست داشتی و خدمتشو کردی، تو پنجم هستی. پنجم که شدی بدون که هلاک شدگی هستی. این مال و ثروتت از سرت میموند، هلاک هستی. بنابراین فرصت هست، اگر کدام کمبودی باشد اصلاح بکنید. چی گپ یاد گرفتن؟ این ملا ایتا کردن، ملاها اوتا کردن. یا مثال تو میتیم، در هر طبقه آدمی غیش نیست هستک، در بازار فریبکار نیستک. اگر او خیل باشد کویتت بازار نره، میری کو هر روز میری، بعض جمعه نمیای بازار زور میکنی میری. اگر همه ای بازار فریب کار باشد شما برای چی بازار میره؟ انسان بدونه که فریبش میکنن بابرا و احمقه. لیکن شما فکر دارید که در بازار انسانی با انصاف هم هست، همه اون فریب کار نیست. بعضش در روغنش عررش میکنن، نه که بعضش روغنش صاف است. میره جستجو میکنی، میپرسی، میگیری. دخترها را هم فکر کنید، دخترای خوب هستن، دخترای ناخونده هم هستن. میکاوی جستجو میکنی، 20 آدم زنگ میزنی که در همین کسلی کی از دختری خوب،
بالاخره آدم خوب تمیابی میره. هیچ کس تا امروز از دخترها رو نگردونده است کو. پس اگر در طبقه علما هم کسی که خطا کرد، معنا ندارد که همه این گروه ترک کرده بشود. و همه این را تنقید قرار دادن به انصافی ای. با امثال شما هم دهقان هایتش یک کاری بد کرد، همه دهقان را دشنام دیان؟ یا ریش تراشیدگی ها شما گناه کم میکنید، یا تا شما گناه کرد همه ریش تراشیدگی را ما حقارت کنید؟ انصاف نیست. برای همین کوشش کنید زبانتون نگه بدارید، علل خصوص از علما. حضرت امام شافعی از غالبا میفرماید که گوشت علما زهرآلود است. کسی گوشت زهردار را بخوره چیکار میکند؟ هلاک میکند. کسی در آبروی علما، کسی در شأن علما زبان درازی بناحق میکند، حتما اون هلاک میشود، خار و رسوا میشود. اگر کسی چی خطایی کرد، این معنا ندارد که همه یک طبقه را. اینها بهترین خلق خدا هستند. قسم به خدا، خداوند دنیا را برای همینها قرار داده است. دنیا را خدا برای دوستانش نگه می‌دارد. حضرت امام شافعی می‌فرمایند که اگر علما اولیاء نباشند، هیچ کس در روی زمین ولی دیگر نیست. پس فرزنداتون را نصیحت کنید، رفیقاتون را نصیحت کنید. اینقدر زمانه تأخیر هست که اگر یک اهل علم، حتی اهل علم نه، یک کسی که بلباس اهل علم باشد، در یک گروه که بگذرد شروع میکنن. دیگر در مجلساتون شما گپی دیگر ندارید. سخت حذر کنید که قسم به خدا هم دنیاتون خراب میشود، هم دینتون. خداوند متعال همه ما و شما را توفیق دهد که در راه علم دین به هر نوعی که نباشد خدمت کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.